سایت اینترنتی ایران فیلم با افتخار تقدیم می کند. عزیزم اونا حیوانات خطرناکی هستن. دیدی امروز با اون مرد چه کرد؟ بیا بریم عزیزم، داره بارون میگیره. وقتی بزرگ بشه چی کارش میکنه؟ خب میدمش به باغ وحش. خودت یه خوشگلشو بردار نتر، صدمه‌ای بهت نمیزنه. اونا کوچولوهای بی آزاری هستن. اسمشو میذارم رامون. خوشگله. خب بریم دخترم. Here's your house. Why don't you go in and go to bed now, because I have to go to bed too. اینجا خونه ای توه. من باید برم بخوابم. تو هم بخواب. وقتی بیدار بشی من رفتم مدرسه. تو هم با اتوبوس تمسایی خودت برو مدرسه. There's all sorts of stuff that you'll like there. There's fish and crickets and insects. You'll love living here, Ramona. It's so fun. اینجا هر چیزی که دوست داری پیدا میشه. سوسک، پشه. شهر شیکاگو امروز صبح نیز در هرج و مرج کامل به سر می‌برد. صدها شورشی و آشوب طلب عهدنامه 1968 مجمع دموکراتیک را ماریسا! هنوز نیومده. ماریسا! خدای من، ماریسا! خونه نیست. کدوم جهنمیه؟ رفته تماشای نمایشگاه علمی. با چی کار دادی؟ هم از دستش خلاص بشم. سبد لباسای کثیف پر شده از فضولات تمسا. جواب ماریسا رو چی میخوای بدی؟ بهش میگم مرده پیداش کردم، درست مثل همون موش سفید بزرگ. اوه نبی، برمیگرده سر جای اولش. دوازده سال بعد. ببخشید که اذیتتون کردم. فکر میکنم پیداش کردم. خب نظرت چیه؟ دارم فکر میکنم شما چی کار میکنین؟ به چی نگاه میکنی؟ به اون تیکه عقبی که آوردینش جلو. میدونین که منظورم چیه؟ میدونین که آره. خیلی خوب، اینم $15. سگ خوبی داشتم. رفتم تو خاربار فروشی، ظرف 2 دقیقه دزدیدنش. بله این روزا سگ دزدی زیاد شده. به پلیس خبر دادین؟ خودم پلیسم. اسمش اسپنس بود، همونی که دزدیدنش. میدونم چه احساسی داریم. آدمایی پستیم. بالاخره یه روز دستگیرشون میکنیم، مگه نه؟ بله مطمئنا این کارو میکنیم.
در عمل به این کار میگن وظیفه. متشکرم. هیچ سفارشی نداری بهم بکنی؟ چرا کفشات یه دومای روی زمین نذار، چون داره دندون در میاره. متشکرم. بریم کوچولو. فکر میکنی چرا اینطوری شده؟ به نظر من جویده شده. آره، دست ورزیده ایه. ما چند برش از این سلول ها و بافتای سخت رو برای آزمایش برداریم. چیز دیگه نبود؟ چرا؟ یه لحاظ اسبا هم پیدا کردن تو همون مخزن لجن شناور بوده. اسبا دیگه چیه؟ یه نوع سگه از یه نژاد کمیاب و گران قیمت. آها. مأمور کشف جرم شما این؟ آره خودمم. رئیس میخواد شما رو ببینن. خانمی که صاحب یه سگه با ایشون تماس گرفتن. الان میام. یه دفعه هم انگشت بزرگی پا رو پیدا کردیم. هیچی نبود جز انگشت بزرگی. چی؟ هرگز بقایای جسد پیدا نشد، ولی ما حد زدیم مال کی بوده. انگشت رو بردن دفن کردن. تابوت به اون کوچیکی هم پیدا میشه؟ من در این مورد تحقیق کردم. در تمام ایالت فقط 3 مورد از این نژاد دیده شده. حالا خانمی اومده و از یه دوزی که 2 ماه پیش اتفاق افتاده خبر. خب چه شکلی هست؟ تنش به هیچ وجه متلاشی نشده، اما تمام اعضای داخلیش با مهارت خاصی برداشته شده. حتی تارهای صوتیش هم برداشتن. خیلی شبیه تافیه. خانم لوئیس، ایشون کارگاه مدیسون هستن. سلام. دقیقا شبیه سگ منه، اما از اون بزرگاشه. باید بدونین که اونم همین نشونه ها رو داشت، همین رنگ و بقیه چیزا. 2 ماه پیش وقتی گمش کردم این اندازه بود. این پلوور اندازه این سگیه؟ بیوار تو. شاید بتونی چند تا دوست پیدا کنی. بجم دیگه. ما اومدیم. من چند تا از اونا رو برای آزمایش میخوام. با گربه چطوری؟ چند تا گربه گرفتم. فقط سگ. یه توتی هم گرفتم، میخوام از شرش خلاص بشن. فقط سگ. کارم تموم شد، میتونی بفروشیشون. خیلی خوب. خدای من. میدونیم یه پلیس امروز صاحب اومده بود مغازه من. خیلی ترسیدم. میدونی که من ترسوم. خیلی ترسیدم. شاید بهتر باشه یه مدتی برم مرخصی. من تعداد زیادی سگ میخوام. پیر مرده مثل سایه دنبالمه ببینه به کجا رسیدم. پس حرف نباشه. باشه میارم. حتما و زود. آقای کالان. بله. شما یکی از دوستان ادوارد نورتون بودین؟ درسته. مگه چی شده؟ کارت ساعت کارش نشون میده که جمعه گذشته ساعت 3 زده شده، اما کت شلوارش هنوز تو رختکنه. خب بله، من براش ساعت زدم. حالش خوبه مگه نه؟ آخرین بار اونو کجا دیدی؟ خب باید همون روز جمعه گذشته باشه. ما توی قسمت دستگاه‌های قدیمی بودیم، پایین قسمتی که مواد دارویی ساخت. اینجوری دیگه برام درد سر درست نمیشه.
نفس آدم میگیره. کجا افتاد؟ لعنتی. کجا؟ کجاست؟ میدونی اگه همینطوری پیش بره میتونیم یه مغازه لوازم یدکی بدن انسان باز کنیم. این پای اون کارگر گم شده نیست. از کجا میدونی؟ به یک دلیل بسیار ساده. کارگر موقع کار چکمه می‌پوشیده. خب پای این چی بوده؟ چکمه؟ نه، یه کفش معمولی از پوست سوسمار که مناسب کار در فاضلاب نیست. ما یه چیز اونجا پیدا کردیم. خب میدونی از توی یه لنگ جوراب چیز جالبی در اومده. چی؟ یه بچه گربه. اون بابا حتما دیوونه گربه بوده. بله، کار ما تحقیق در مورد موجودات زنده است. با مردی به نام گوتسل که صاحب یه مغازه سگ و گربه فروشی سر کار داشتیم. مایحتاج مایه از اونجا تامین میشه یا از جاهای دیگه تو شهر. وقتی که حیوانات آزمایشگاهی تموم میشن چی میشه؟ تحقیق رو موقتا تعطیل میکنیم. روی هورموناشون کار میکنیم، درسته؟ درسته. یه سوال علمی، امکان داره که یه سگ بالغ در یک دوره 2 ماهه اندازش 2 برابر بشه؟ نه امکان نداره. ببین کارگاه، من دوست دارم بیشتر از اینا به شما کمک کنم، اما همونطور که گفتم وقتی ما موظف میشیم روی حیوان کار کنیم، بعد از مرگ اونا رو میفرستیم تا توی یک کوره لاشه‌شون رو بسوزونن. امکان داره که یکی از این سگا گم بشه و بعدش بیفته تو مجرای فاضلاب؟ نه به هیچ وجه. خیلی ساکتن. چی؟ حیوانات آزمایشگاهی شما خیلی ساکتن. بله، خب دارای صوتیشون رو قطع میکنیم به محض ورود به آزمایشگاه برای جلوگیری از سر و صدا. حدس میزدم. از این حوادث همیشه رخ میده. تو فقط مراقب اعمال و حرفات باش. ما خیلی به اون هورمون ترکیبی نزدیک شدیم. فکر میکنم باید به کارمون ادامه بدیم. پلیس واقعا برای چی از تو بازجویی میکرد؟ احتمالاً گوتسل ترسیده و رد ما رو به اونا داده. دیگه نمیشه باش کار کرد. من تمام حیواناتی رو که ممکن بود در تعقیبشون باشن کشتم. مدیسون مدرکی علیه ما نداره. چیز دیگه ای نگرانم میکنه. چی قربان؟ ما نباید نگران پلیس باشیم، بلکه خبرنگارای سمج ممکنه باعث دردسرمون بشن. اونا میتونن طرح ما رو نابود کنن. بله. حالا ازت میخوام برگردی سر کارت. خودم مراقب همه چیز هستم. نگران چیزی نباش. برو. متشکرم. با هیچ خبرنگاری حرف نزن. بسیار. I don't know why I'm supposed to talk to him. Because it's your case. You gotta face the music. Jesus, don't you want a razor? I was in a hurry this morning. In a hurry? For Christ's sake, you were a half hour late. These reporters, they're assholes. You just watch your language in there. ادوارد نورتون 25 سال برای اداره بهداشت کار می‌کنه. هویت قربانی دیگه چی؟ And what do you know about it?
لکگورسل صاحب یه مغازه حیوان فروش. این مرد سابقه جنایی داشته؟ نه به هیچ وجه. کارگاه شما چطور؟ سرنخی وجود داره که این دو قتل رو به هم مربوط کنه؟ اولا ما نمیدونیم قتل بوده یا نه، ثانیاً اگه مدرکی هم وجود داشته باشه من نمیتونم چیزی بگم. Next question. سوال بعدی. ممکنه توضیح بدین که اگه بتونم. این اجساد چجوری وارد سیستم فاضلاب شدن؟ سیستم زهکشی فاضلاب طوریه که اجساد از هر نقطه‌ای از شهر میتونستن وارد این سیستم بشن. میتونه بگین اجساد در چه وضعیتی بودن؟ اجساد تیکه تیکه شده بودن، منتظر گزارش پزشک قانونی. میشه لطفاً تکرار کنید؟ اجساد تیکه تیکه شده بودن. از دادن اطلاعات خودداری میکنید؟ نه به هیچ وجه. شما فکر نمی‌کنید که یک جانی بی‌رحم مسئول این قتل است؟ خیلی زوده که راجع به این مزخرفات فکر کنیم. مراقب باش. فکر میکنید انگیزه اصلی در این قتل ها چی بوده؟ بالا بردن تیراژ روزنامه ها. وقت تمومه. همونطور که ملاحظه میکنین در حال حاضر ما اطلاعات خیلی کمی داریم. لطفاً پوزش ما را بپذیریم. آقای مدیسون، شما همون دیوید مدیسون نیستین که دوستشو در حادثه هتل بالدوین در سنت لوئیس از دست داد؟ چرا؟ در اون حادثه دوست شما با چاقو کشته شد، درسته؟ بهش شلیک شد. بله درسته، واقعا متاسفم. متشکریم که تشریف آوردین. خیلی ممنون. چرا من باید انتخاب بشم که با اونا حرف بزنم؟ وحشت زده به نظر میرسی دیوید. باید تمام جوانب رو در نظر میگرفتی. خبرنگارا همیشه. من دیشب شب بدی رو گذروندم، کابوسای وحشتناکی داشتم، به اندازه کافی هم نخوابیدم، پس به مرخصی. اجازه نده اتفاق هتل بالدوین تو را عصبی کنه. 5 سال از اون حادثه گذشته، هیچ کس تو رو سرزنش نمیکنه. اینا رو به خبرنگارا بگو. متشکرم. پلیس روانی به دنبال بقایای قتل دوم. پلیس ها فاضلاب رو جستجو میکنن. بقایای بیشتری در زیر زمین پیدا شد. یه نفر با من بیاد بریم نگاهی به فاضلاب بندازیم. چامسکی؟ امروز باید یه نفر رو ببرم دادگاه. آها. مایر، بینولا. ما امروز میریم گشت، دستور رئیسه. سلوان، تو چی کاری؟ بایگانی. جریان چیه؟ چرا همتون جا زدین؟ من یه نفر میخوام. من میام. زنده باد. من چکمه و یه مقدار لوازم دیگه هم میخوام. آخه کفشامو تازه واکس زدم، دوست ندارم خیس بشن. قبوله. قول دادی یا؟ اگه به گاز برخورد کردین اینا به درد میخورن. بسیار خوب. ببینم کی موهاتو کوتاه کرده؟ خودم. حالا که چی؟ تو باید سلمونی میشدی. اگه بذاری موهات بلند بشه و بزنش کنار، هیچکی نمیتونه تشخیص بده. قربان. بله؟ من یه نفر تو فاضلاب کشتم. مدیسون؟ رینالد. اگه چند ثانیه فرصت بدین شما رو ببرم پیش گروبان رینالد، اون ازتون اعتراف میگیره. نه آقا، من نیومدم تا اعتراف کنم. من اومدم اگه بشه بقیه شما رو بکشم. بسیار خوب. چجوری میخوای این کارو بکنی؟ مواد منفجره بستم به خودم. ای شما دوتا تکون نخوری. این دستگاه تنظیم شده، هیچ کس هم نمیتونه متوقفش کنه. همتون با من میمیریم، با هم تشریف میبریم اون دنیا. چرا میخوای این کارو بکنی؟ اونا بهم گفتن. کیا گفتن؟ اونا دیگه، از تو رادیو. مدیسون بلوف میزنه، من میگیرمش. آروم باش کلی. جون من بی حرکت. همتونو میکشم ها. اون بهم گفت الرادیو الرادیو. انگشتتو از رون دکمه بردار. کلی. اونا بهم گفتن. اون صدا نمیفهمی. اون صدا. میخوای حقیقتو بدونی؟ من اصلا این شغل رو دوست نداشتم. میخواستم یه کشیش بشم ولی اونا ازم یه پلیس رفتن. تو میخوای اینجا رو منفجر کنی؟ خب بکن، هممون راحت میشیم. حتی موشم نزد. خب محکم نگرش دار. دکمهشو بزن، زود باش. زیر کنترل یه برآمدگی کوچیکه. زود باشونو فشار بده. 11 ثانیه مونده. 9 ثانیه مونده. پیداش کردم. پیداش کردم. همگی بی حرکت، محکم نگرش. گرفتمش. چی اینجا داری؟ یه رادیوه. از ترس نیمه جون شدم. هی سلوان، بعد از نوشتن اون اوراق بیا این آقا رو ببر. خیلی خب بیا.
صورت اون بابا رو از روبرو دیدی؟ چرا تو فکر میکردی اون بلوف میزنه؟ اگه ما ریسی نکنیم زیاد زنده نمیمونیم. بیشتر پلیسا عمر طولانی نداره. تو بریم. خدایی اینجا رو نگاه کن. شنیدم قبلا در سنت لوئیس بودی. آره. چرا اونجا رو ترک کردی؟ مطمئنم تو همون داستانو شنیدی. یه چیزایی شنیدم. اینم از اون کارهای خطرناکه مگه نه؟ پس چرا داوطلب شدی؟ من نمیخوام همیشه یه پادو باشم. به علاوه میتونم از خودم مراقبت کنم. منظورمو میفهمی؟ خب نمیتونم پیداش کنم. تعجب نمی‌کنم. این نقشه کامل نیست. زمان ساخت بعضی از این تونل‌ها به سال 1890 برمیگرده. مسیر رو گم کرد. خوش بریم. خدا میدونه که خروجی رو پیدا می‌کنه. خدایا. گاز از ماسک استفاده کن. کبریت هم روشن کن. من یه بار در سنت لوئیس انفجار گاز متان رو دیدم. یه سوراخ بزرگ توی خیابون درست کرد، بعدش هم یه اتوبوس افتاد توش. خیلی خوب. بالاخره میتونیم راه خروج رو پیدا کنیم یا نه؟ الان کجایی؟ طبق این نقشه هلبله. در سنت لوئیس جوونی رو میشناختم که شبیه تو بود. ما بهش میگفتیم بیلی وحشی. عادتش به هر دری لگد بزنه تا ببینه پشتش چه خبره. تا اینکه یه روز اونو با گلوله زد. کلی احمق بیشور. خواستم با مدیسون باهوش شوخی کنم. نظر چیه؟
فکر میکنم یه نفر تازگی اینجا بود. درسته. بهتره با نیروی کمکی برگردیم و حسابی این قسمت رو بازرسی کنیم. میدونی مدیسون دیگه وقتشه بهت بگم این فاصله داره حوصله‌مو سر میبره. بذار یه نگاهی بندازم. ما از این ور اومدیم. خودش اگه دقیقاً تو همین مسیر بریم جلو میرسیم به یه خروجی. شام خونه ای. من اصلا گرسنه نیستم. No. No. There you are. How'd I get here? Well, you just popped out of a manhole at Campbell Street and started yelling alligator. Holy Jesus. Kelly. David! Malone. What happened to Kelly? Did you find him? Nothing. Not a sign of you know what either. Now look, stay a couple of days. Just take it easy. What the hell are you talking about? We gotta get back down there. You need some rest, David. Are you nuts? You think I'm gonna lay in this bed while the kid I sent down in the sewer is unaccounted for? Look, Dr. Lee has got to see him. دکتر لی دیگه کیه؟ میخواد چند تا آزمایش از تو بکنه. من باید برگردم اون You're going to give yourself a headache. Nuts yourself. What the hell's the matter with you guys? Hi. How you feel? سلام کارگاه. چیه؟ دنبال خبر تازه اومدی؟ شما چتونه؟ فقط میخوام این داستان رو تموم کنم. خب یه چیزی سرهم کن تو که بلدی. شنیدم یه همکار دیگه تو از دست دادی؟ ما هیچ گزارشی در این مورد نداریم. این کار برای شما یه عادت شده. من پرونده تیراندازی هتل باردینو بیرون کشیدم. اون پرونده رو فراموش کن. باشه. به شرطی که بگین تو فاضلاب چه اتفاقی افتاد؟ امکان نداره. رئیس، من از شما نپرسیدم. از لطفا مدیسون پرسیدم. این درست همون چیزی که ما میخوایم بفهمیم. درست رئیس؟ درسته. بزرگترین نوع اونا که تا به حال دیده شده در حدود 5 متر بوده. اما تو فاضلاب این اندازه غیر ممکنه. تو باغ وحش هیولا. ببخشید. ممکنه یه چیزی رو به من بگین خانم؟ این مارها مال شماست؟ نه، متعلق به دانشگاهه. I have a couple of non-poisonous species at home, though. It was bigger than 15 feet. An alligator half that size would starve in a week. There's no sunlight. There are toxic fluids and gases, not to mention the question of how it got there in the first place.
من خودم دیدمش. خیلی بزرگه. شما گفتین که اونجا تاریک بود. به خاطر کمکتون متشکرم. میتونم این کتاب قرض بگیرم؟ البته که میتونید. ببخشید. Dr. Kendall, could there be another animal down there that could possibly be this size? Nothing I know of. I'm sorry. Thank you very much. حرفای منو باور نکرد. این خانم کارشناس بزرگیه. شاید بتونه کمکمون کنه. اون با مارا زندگی میکنه. این آدم شرایطش غیر طبیعیه. من نگفتم طبیعیه. گفتم رو لغت تمساح حساسیت داشت. دیوید چرا این مسئله رو ول نمی کنی؟ اینم یکی از کابوسای توه؟ کابوس یا هر چیز دیگه یه چیزی اون پایینه. باید هر طور شده اونو بکشیم بیرون. تنها چیزی که تو لازم داری یه مرخصی اجباریه. بیا بخون و گریه کن. دوستمون کمپ برات مایه گذاشته. کاراگاه شهر برای دومین بار همکارش را از دست داد. گم شدن ناگهانی پلیس گشت جیم کلی همکار کاراگاه دیوید مدیسون در فاضلاب شهری، آن هم در حال انجام مأموریت، خبر از پیش آمدهای وخیم آینده میدهد، چرا که پلیس راز مهمی را پنهان میکند. آیا مرگ همکار دیوید مدیسون در سنت لوئیس رازی را به دنبال نداشت؟ شاهدان عینی گزارش میدن که کارگاه مدیسون در عمل نتوانست کاری برای فرار راندولف زخمی انجام دهد. دادگاهی که برای رسیدگی به جزئیات تحقیق پیرامون مرگ این افسر پلیس تشکیل شد نتوانست مدرکی علیه مدیسون ارائه دهد. تمامش کن. جالب بود. More recent disappearance, city officials have been unwilling to make any comment. This reporter, for one, is not satisfied. Well, what kind of dreams? Well, he was out on meds most of the time that he was here. What are meds? Medication. He kept coming up with some garbage about... در تمام مدتی که اینجا بستری بود از یه چیز حرف زد. از تمساح توی فاضلاب؟ بله. عالی، جای قشنگی.
ماریسا کندل. الو؟ نه من خواب بودم. یکم یواشتر. کمپ؟ بله بله الان میام اونجا. این دوربینشه، تو مخزن شماره 5 پیداش کردم. خودشه. هیچ اثری هم از کمپ نیست؟ افراد اداره بهداشت حاضر نیستن بیشتر پایین برن. شایعات همه رو حسابی ترسونده. عکس حاضره. خب چیه اسپارکس؟ باور نمیکنه. این که یه موشه. نه 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 موش نه نه. این و این. آه کثافت. نظرت چیه رئیس؟ حالا باور میکنی؟ باید ملکه مارها رو بیاریم تا یه نگاهی بندازه. کی؟ خزنده شناسه. تصور کن با دوربین داری عکس میگیری در حالی که اون داره میاد طرفه. خب بالاخره باور. Make the front page anyway, that's all he really wanted. Thomas Kemp, the popular columnist for the National Probe magazine, is missing and presumed dead. His camera, the only clue to his disappearance, was fished out of a filtration tank at the city sewage works late last night. The film inside the camera was salvaged. وجود یک تمساح بزرگ غیرعادی یا خزنده شبیه به آن در فاضلاب شهری تایید شده که گمان می‌رود 4 نفر را به قتل رسانده. به عنوان فرماندار باید به شما بگم که از هیچ نوع تلاش و هزینه مضایقه نخواهد شد. Professor, herpetologist, author, and probably the leading authority here in the Midwest on reptile and amphibian life, as well as a native of our own city. Dr. Kendall, what animal is it? It's an alligator. Couldn't it be There's no question. It's definitely an alligator. I see. Well, how large do you think it is from the photographs you've seen? If it's been living in a sewer, it couldn't be very large. Even under ideal circumstances, in a zoo, for example, they don't grow nearly as large as they would in their natural habitat. This makes it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. کجا هستی؟ همه برن پایین، مراقب افراد باشید. صدای منو میشنوید؟ جو تویی؟ من فرانکم، صدامو میشنوید؟ آره. من درست بالای سرتم. ما باید دسته هایی درست کنیم که بتونن وارد مدخل ورودی بشن، جایی که 3 کانال اصلی به هم ارتباط پیدا میکنن. یعنی جایی که تمساح اونجاست، اون طرف کانال. اگه کشته نشد چی؟ نگران نباش. Oh, Dr. Kendall. If you don't corner it, you'll be fine. Take the medicines. Who invited her? David, we don't know how this thing is going to react. Now, maybe she can help us. دقیقا میدونیم کجاست. متشکرم. صدامون بفرست اومده. من رونی هستم. مدیسون صحبت میکنه. I didn't believe you, and I'm sorry. Don't lose any sleep over it. All right, guys, this is Madison. Commence operation. مرکز فرماندهی اینجا واحد شماره 1 ما شروع میکنه. واحد شماره 2 شروع کرد.
مدیسون. دیوید مدیسون حرف میزنه. اکیپ شماره 6 شما باید حدود 200 یارد پوشش بدین و بریم به سمت جنوب غربی. من وقتی که بچه بودم یه تمساح داشتم. یه روز پدرم مرده پیداش کرد، بنابراین انداختش دور. اسمش رامان بود. تمساح حیوان دستآموز خوبی نیست. مارا خیلی بهترن. بچه خارق‌العاده‌ای هستی. من بچه نیستم. هر کی از من کوچکتر باشه بچه. در مورد دوستتون متاسفم. مرگ وحشتناکی بود. واحد شماره 3 پیام فرستاده در عرض 5 دقیقه تمساح از مخفیگاهش بیرون میکشن. البته اگه هنوز اونجا باشه. کجا میخواد بره؟ میشه بگید از کجا میارینش بیرون؟ جناب فرماندار، این دیوید مدیسونه. اون فرماندهی عملیات به عهده داره. کلیه افراد آماده شده. هر کس سر جای خودش. شلیک نکنید! شلیک نکنید! دیوید، این کارا بیفایده است. اون حیوان نمیاد بیرون. گمش کردن رئیس، نمیدونم چطوری ولی هنوز اونجا. بس دیوید، این قایله رو ختمش کن. Chief Clark, could you tell us what happened? Nothing to say. Press conference in the morning. بجام زود باش. بفرما. چه خبره؟ خیلی خوب بچه بازیمونو میکنیم.
کردم بهتره بریم لیوان بخوریم. مادر اون تمساهه اون تمساهه دارم با تلفن صحبت میکنم. گفتم بعد اومد بیرون. معذرت میخوام، بچه ها دارن بیرون تمسا بازی میکنن. جویی منو دیوونه کرده. کجا بودم؟ اوه آره جویی برگرد اینجا. چاقوی نونبری رو برداشته، این پسره منو دیوونه میکنه. لعنتی‌ها، یه تیم 78 نفری بهشون دادم براشون یه گارد ملی درست کردم، اما اون جونور داره تو چرک گیت میکنه. معلوم نیست کدوم جهنمی رفته. دنبال آب We'll go for water. He's expended a lot of energy and we'll look for a place with water to rest. That's wonderful. We got rivers. همه رودخونه و کانال چطوری میتونیم پیداش کنیم؟ The safety of the public is my job. Well, you've got no job unless I get reelected. Now look, this could generate a lot of good publicity, and I can't have your people fumble the ball for us. That's all. Give this lady an idea of how big he was. Just a guess. Is it as big as he is? You know an El Dorado. Car. Big guess. No, a refrigerator. Of course a car. Wait a minute. You're saying it was as big as a car? Of course you gotta have the tail. Of course. Yeah. شگفت آوره. به گفته اون پسر بچه باید طولش 10 تا 12 متر باشه. آیا اون یه تمساهه؟ دیوید، ایشون سرهنگ بروک هست. اون دیگه چی بود؟ داریم یه سری اقدامات میکنیم، شاید بتونیم بیاریمش بالا. اون یه جونور وحشیه، نه یه زیبه. من از سرهنگ بروک خواهش کردم رهبری عملیات رو گفت. رهبری عملیات؟ ایشون حیوانات بزرگی رو شکار. این یه عملیات ساده نیست. انتظار دارین من چیکار کنم؟ فقط جلوی من قد علم نکن. همین حالا میتونین شروع کنید. ببین مدیسون، تقصیر اون نبوده که تمساح گم شده. این خانم پرخاشگر کیه؟ سرهنگ بروک، ایشون دکتر کندال هستن. ایشون The lizard lady. Well, now you can go back to your books. You'd better take all the help you can get. You know, I've seen what this animal can do. Well, if I couldn't get myself killed chasing it, what fun would it be? Get your out, یادگاری بدم خدمتتون تمساح مدل‌های جدید. هی یادگار. You brought in Alexander for you. Take one home to the kitty. Alexander there? Hey, how about alligators here? Come and get your alligators. How about you, pal? We'll take a bite out of your punch. Aren't you gonna get one, pal? بیایید تمساح رو بگیرید. من خود تمساح هستم. خودش میگه. Excellent. Want to see something? It's yours for 20. Get three, get a couple. بچه ها رو میخندونم. غذاش هم قصه ای نداره. اضافات سفرتون رو بهش میدین با یه مقدار آب. راست استنلی؟ بله چی شده؟ این آقا رو ببرین. هی واسه چی؟ پرورش یه خزنده در اختیار داشتن یه موجود خطرناک. این اهانت به نظام یک جامعه آزاده. کمونیست. آماده شنیدن حقایق هستیم؟ بله البته. گفتنی درباره حیوانات زیاده ولی ما میخوایم درباره تمساح صحبت کنیم. خب تمام تمساح‌ها به صدا حساسیت نشون میدن. اونا با هم حرف میزنن. هم دیگه رو صدا میکنن. گوش کنید. صدای چی؟ فریاد یه تمساح کوچولویی که هنوز با مادرش زندگی میکنه. از بچه‌هاشون مراقبت میکنن؟ تمساح با این صدا دشمناش رو میترسونه. It gets the itch. Come spring, and it'll give out with a sound, something like this. و دشمناش میترسن و فرار میکنن. خب اینطور فکر میکنم. دارم بررسی میکنم.
schoolwork, too, you know. I mean, I'm way behind on the classwork. I still have 2 experiments I have to get My done. dear young woman, it is still out there. They'll find it. And your great white hunter will shoot it. And that'll be the end of it. And you're not even curious how it got to be that size. I'll be there at the autopsy. Look, there's a couple of things I'm trying to put together. You're the only one I know who can tell me whether the pieces fit. If the thing works out, I'll buy you an iguana or something, one of them little pretty. That'd be great. It's a section from the pituitary of your Lhasa Apso. The dark blue globules indicate that it's been bombarded with some sort of hormone derivative. What'll that do? Well, in some cases, it'll make little dogs into big dogs. I'd put my money on somatropin, but if they've been throwing test animals down the sewer for years, there's no telling what combination our friend's been exposed to. Maybe he'll die of cancer. خدای من از اون بزرگاشه. اون چیه؟ رد پای تمساح. مثل یه گودال. آخرین نشانه در مارکت هیلز دیده شده. محلی که گمان می‌رود حیوان هنوز در آنجا باشد. به ساکنین محل اخطار داده شده از توقف در خیابان‌ها اجتناب ورزند و به محض مشاهده تمساح مراتب را گزارش دهند. And you worked with progesterone as well? Sure, we tested them all. What kind of a cow is this? It's a calf. Big for a calf. Detective, the world has a food shortage problem. We're trying to do something about that. Yes, I understand you manufactured a synthetic form of testosterone. Yes, we had some success with that. Why didn't you market it? Several contraindications. The main one being that it tended to hyperexcite the organism's metabolic. پس شما تستوسترون کشف به زبان ساده تر چی میشه؟ این ماده اشتهای حیوانات رو سیری ناپذیر می. Look, detective, I've got a lot of work to do. You got any more questions? Yeah. بنابراین شما میخواستین گاوایی به اندازه دایناسور به وجود بیارین؟ جناب فرماندار، من اسلید هستم. ما اینجا در آزمایشگاه به مشکل کوچیکی برخوردیم. رئیس، من اطلاعات تازه به دست آوردم. این مرتی که سناتور اسلید دوست عزیز فرماندارمون تا اینجاش تو گند فرو رفته. من به کمک تو احتیاج دارم دیوید، ولی تو خودسری میکنی. در مورد چی حرف میزنی؟ تو زیاده روی کردی. واقعا انتظار داشتی زیر دست اون مرتی که برود کار کنم؟ دیگه از دست من خارجه. گزارش یه قتل دیگه نیستم.
got canned. Apparently, we stepped on all the wrong toes. Well, can they do that? Sure they can do that. It's their town. They can do anything they want. Well, how do you feel? I was always worried they were going to can me anyway. Now that happened, phew, I feel wonderful. And what are you going to do? میخوای چیکار کنی؟ میخوام برم سراغ تمساح و تیکه تیکش بکنم. When do we start? راجع به تمساح خیلی چیزا میدونم. بعد از مرگ تمساح کوچولون به طرز زندگیشون علاقمند شدن. کتابتون خیلی جالب. 9 سال پیش نوشتمش. به کمک استادم آقای چستر. اونم درباره خزنده ها تحقیق میکرد. چه جالب. بله تا وقتی که شروع به تشریح اونا کرد جالب بود. ما اینجا بودیم. اینجا؟ از این ور بریم. از زمان شروع کارم توی اداره هیچ وقت گرفتار همچین مخمسه‌ای نشده بودم. اصلا ما دنبال چی میگردیم؟ هر چیزی که به نظر برسه متعلق به اینجا نیست. سرنخی از این تمساح. کفش، کیف دستی، چمدون، هر چی که باشه. درسته. چرا کارت خرید اینجا ریخته؟ حالتون خوبه؟ آره خوبه. لاشه یه سگی. حیوانات دیگه هم باید اطراف اینجا باشن. احتمالا اینجا لونه اصلیشه. فکر میکنین دوباره برگرده اینجا؟ It can get back in the system. I think it'll sure dry. That settles it for me, huh? غلطی کردم. تا وقتی که این جونور اینجاست من مرخصی میگیرم. اصلا دوست ندارم یا از پشت پهنمو گاز بگیره. آقای اسلیت من باید برای مسئله مهمی به شورای شهر برم. اوه بیاین به این همه هیاهو خاتمه بدین. من این پولو قرض میدم. من این پولو مساعده میدم. من شکار رو به چنگ میارم. از شما میخوام قضیه رو جدی نگیری. مانع تحقیقات تمام نشین. شما خیلی لطف دارین آقای اسلیت. گوش کنید. ما باید 4 فراورده به دست بیاریم. 4 فراورده که با قضا و وزارت بهداشت ارتباط پیدا میکنن. 4 فراورده که کمبود مواد غذایی رو برطرف میکنن. و اگه ردشو تا کارخانه‌های شما بگیرن میانو تعطیلشو میکنن. خب شما هم از کار برکنار بشین. سلام. آقای فرماندار. داماد آینده من آرتور هولمز. حالتون چطوره؟ از دیدنتون خوشبختم. آرتور مغز متفکر شماره 1 منه. مغز شماره 1 من. بله قربان. Dinner time. Oh, yes, kiddo, yes. Can I get rid of this jacket somewhere? Sure, drop it right there. This is Snaps. How do you This is do? Marissa. Okay, kid, all right. You hungry? Can I use your phone? Yeah, right here. What do you think, kid? You hungry? A little bit of corned beef hash. Hello, Mom. I'm going to be late tonight. Here you go. That's it. Tonight's a school night. Now, what about your homework? Mom, I'm the teacher. I made this nice meatloaf for you. Oh, it was so good. Listen, I ironed your white blouse. I can't find that little purple skirt that goes with it. Now, what did I do with that? It's such a shame. Oh, you should have Live with my mother. hot. If you would have come home on time, you would have had the best dinner. تو وقتی حالا باید با چشمای بسته بری رو تخت و از اونجا شیرجه بزنی تو آب. بعدش اون ماهی چاقه تو رو یه لقمه چپ میکنی. صبح نمیشه. همین الان برو بالا. امشب این کارو میکنی. صبح این کارو میکنم. صبح میفهمم. نه همین امشب باید این کارو بکنی. زود باش برو بالا. قتلت کن برو بالا. نترس. ترس نداره که. Feel better? Much. You know, when I first met you, I thought you were one of those real tight asses. You did. Well, you were wrong, weren't you? When I first met you, I thought you were someone whose apartment would look just like this.
quite right. One of these days, I'm going to shovel it out. However, Marissa, look, we're going to go to dinner now, right? Right. And all the while, I'm going to be wondering whether or not you're going to come back and spend the night with me. It's not exactly an answer. See, if I have to eat food and I'm worried about yes or no, it sort of hyper-excites my metabolic rate. Oh. Can I take this as a definitive yes? Yes. was so down so. شما حتما این اطراف رو میشناسید. من احتیاج به راهنما دارم. کمک میخوام. چه گیر مامیه؟ $10 روزی به اضافه غذا. باشه. من 20 میگیرم. ازت خوشم اومد. I was looking at the guest book, checking the license plate numbers. This guy comes up behind me, sticks this thing in the back of my neck, says he's gonna blow my brains out. Took my gun, gave it to somebody else who was hiding. Made me lay on the desk face down. I heard yelling upstairs and shots. The guy behind me ran, I couldn't move. It was like my legs were gone. When I finally turned around, Jerry was coming down the stairs. He was dying. They had a gun on you. He had a roll of pennies he took out of the cash box. The only gun they had was mine, the one they shot Jerry with. How could you know? I froze. There's a heavy penalty in this life of fear. Can't blame yourself for surviving. What are you doing? Look, I'm fighting male pattern baldness. I'm a little sensitive on the subject, and I hope you don't mention it again. خودشه. بهش میگن لولوی کوچه. میگن صدای نفس کشیدن سنگینی رو شنیدم. این را به کجا میرسه؟ میره تا راهن. تفنگمو بده. ما میریم یه نگاهی بندازیم. ما کی باشیم؟ افرادی که یه شکارچی رو تا لونه جونور درنده همراهی میکنن ازش حمایت هم میکنن. درسته. اما نه تو این جنگل آقا. شما رو اونور میبینی. جا زدین؟ از موش ترسوترین. چی گفتین؟ لعنتی. همینجا منتظر ما باشین.
کجا داره؟ من تاریخ و روانشناسی میخوندم. وقتی درسم رو تموم کردم تصمیم گرفتم پلیس بشم. همیشه دلم میخواست یه روزی پلیس بشم. متشکرم. میدونی فروید در این مورد چی میگه؟ چی میگه؟ میگه پلیسا میخوان جامعه رو به خاطر آرزوها و خواسته های نامشروع خودشون مجازات کنن. اگه گذرش به خیابونای سنت لوئیس میافتاد این حرفو نمیزد. درسته، شاید پشیمونم میشه. Speaking of illicit desires. Hi, Madison. Hey, Ferdy, Ash, how you doing? Thought you guys would be out beating the bushes. سلام بچه، چه خبر؟ تمساح یارو یه لقمه چپش کرد. چی؟ براک؟ Wasn't much of him left. Pulling a double shift, looking for that damned animal. آره درسته براک. خب؟ یا عیسی مسیح. تقصیر خودش بود. حالا میفهمم تو چه احساس داری. باید زودتر از اینا میفهمیدی. خداحافظ. مادرت منتظره؟ آره. Kelly. الان میاد پایین، بعدش میاد صبح زود بیدار بشه. اوه بعضی روزا میرفتم بالا میدیدم خیلی آروم خوابیده. من حتی نمیخواستم بیدارش کنم، اما خودش بیدار میشد و بهانه میگرفت که نره مدرسه. خلاصه میفرستادمش مدرسه، اتاقشو جمع جور میکردم تا وقتی شوهرم میومد خونه و بعدش ما این مال شوهرم بود، چقدر دنبالش گشتم. خدایا به روحش آرامش ببخش. همیشه به من میگفت زیاد خوابیدن منتهی به مرگ زودرس میشه، اما خودش زودتر از من مرد. خدایا اونو بیامرز. من یه چشم شیطانی دارم، شرط میبندم نمیتونی بگی کدوم یکیه. این یکی یا این یکی؟ شوخی خوبی بود نه؟ اسم شما چیه؟ مدلن. یه فنجون قهوه براتون بریزم؟ خیلی کم. You really make yourself at home, don't you? Good morning, David. Davy. Hi. Hi. I came to apologize. What for? You name it, I apologize for it. Don't forget tonight's a school night, Marissa. You, want to see my rock collection? Yeah, well, what do you need me for? What does anybody need anybody for? You're the country's leading herpetologist. You have a wonderful mind, a doctorate degree, and beautiful tits. I find this all fairly confusing. There's nothing to be confused about. I know I'm a pain in the ass sometimes, but anything worth having is going to be trouble. That is, unless you want to go live with the turtles. Are you going to come with me? Well, we'll see. Well, we'll see.
علائم نشون میده که به طرف شرق حرکت کرده. اگه در همین جهت پیش بره مطمئنا میرسه به لوله فاضلاب. اگه پایین رودخونه منتظر باشیم یه راست میاد طرف ما. بعد چه اتفاقی میفته؟ امیدوارم زنده بگیرنش. باید روش مطالعه بشه. نه نمیخوام با مدیسون حرف بزنم. به اندازه کافی مسائل دیوونه کننده داره. فقط به من بگو نیروهای دولتی کی آماده میشن. نه بازیا تمسو که نمیره بالای درخت. ما اینجا توی این کانال یه دریچه درست کردیم که حدود 1 مایلی بالای رودخونه است. این میتونه تله خوبی باشه. But if the lock's closed, he's going to leave the river. What's he going to do when he gets out? I guess that depends on what's in his way. ای وای اونجا رو خودشه. میرم طرفش. کجا رفت؟ اونجاست. الان کجای کاناله؟ 1 مایل و نیم بالای رودخونه. بسیار خوب. خونه اسلک درست همون پشته. با تجهیزات کامل برید اونجا. منم دارم میام. هیچی. تو دیدی از کدوم طرف رفت؟ حدود 200 متر پایین اونجا بود. کدوم طرف؟ Let's go. You been here before? You bet. Headed straight for Slade Mansion. When I was a kid a long time ago, I used to go in our back 40 there, and I'd cut down one of those green hickories. Hickory? I would soak it in water 2 or 3 weeks, 4 weeks at a time. Now you go out and then you build yourself a great big deep bed of charcoal like that. And then you take your hickory, you know, put your hickory Lucille right on top. Not too much of it, or you drown out your fire. And then that aroma starts. You can smell it. من با چوب گردو آتش درست میکنم چون دوامش زیاده.
باز کن، خواهش میکنم در باز کن، بذار سوار شم. در باز کن، خواهش میکنم در باز کن، باز کن. باش را بیفت، حرکت کن. زود باش. بذاریم بریم تو. میشه دعوتنامتون رو ببینم؟ عجله کن، تمسا همین دوره براست. تمسا؟ اینم یه جور شوخیه؟ بازش کن فوراً. به پلیس خبر میدم. عالیه، خبر بده. Where is it? Where is it? فرار کرده. حق با توی. برگشتی تو فاضلا. و ما دقیقا میدونیم کجا میتونیم پیداش کنیم. David! Hey, David! I need your help! David! پنج دقیقه دیگه بیا جلو دریچه بعدی. بینامی تا روی 2 دقیقه تنظیم میکنم و میام بیرون. باشه.
ماشین رو بنداز. اونجا یه کامیون زباله باش راش بنداز. چی میگی؟ ماشین رو بنداز، یه نفر اون پایینه. کار میکنی؟ حجلایتی چیکار داری؟ چرا؟ تو زنده ای؟ تو زنده ای؟ چیزی ازش مونده؟ فقط چند تیکه. حرف منو باور کردی؟ دیدی رویا نبود؟ من هیچ وقت به تو شک نداشتم. I think I'm gonna lock you up with her mother. How about that? Her mother? Think your mother would go for something like that? Yeah, she might. She goes for that, increasingly high forehead look. I think it runs in the family. Yeah. We got him. We sure did. جهت دانلود فیلم های بیشتر به سایت ایران فیلم مراجعه نمایید.